خب قصه ماه پیشونی رو شنیدیم. حالا قراره ببینیم که این قصه قرار بوده چی به ما بگه. یعنی مثل همون قصه های معمولا تحلیلشون میکنیم، میخوایم این قصه رو هم تحلیل کنیم. قصه ماه پیشونی مثل بعضی از قصه های ایرانی یا شرقی با یه خانواده امن خوشحال، یه مرد و زن و یه دختر شروع میشه که خیلی خوب و خوش دارن زندگی میکنن. اما یه اتفاق میفته. اتفاقی که میفته اینه که دختر خانواده داره بزرگ میشه. انقدر بزرگ میشه که میفرستنش مکتب خونه چیزی یاد بگیره. و اونجا معلم مکتب خونه متوجه میشه که اینا زندگی خیلی خوب و خوشی دارن و ترجیح میده که خودش به عنوان زن این خونه یا مالک اون زندگی پرپیمون و خوشحال تو اون خونه زندگی کنه. اینجا یه اتفاق عجیبه. دختر وقتی بزرگ میشه قراره یه جور دیگه به پدر و مادرش نگاه کنه. قراره یه چیز دیگه ای توی زندگیش یاد بگیره. ولی مقاومت میکنه. خانواده همین امکان رو شاید بهش نمیدن. چیزی که جالبه تو قصه های ایرانی وقتی مقایسهش میکنیم با این قصه رو با شبیه غیر ایرانیش، که شبیه غیر ایرانی این قصه اسمش هست واسالیسای خردمند، بهش میگن قصه واسالیسای خردمند. اونجا هم با یک خانواده خوشحال، خوشبخت، راضی مواجهیم، ولی مادر در بستر بیماری است و داره میمیره و دختر کنار تخت مادرش زانو زده و دعا میکنن که مرگ راحتی داشته باشه. اینجا اما مادر نمیمیره، بلکه دختر با تحریکی که از طرف معلمش میشه کاری میکنه که مادر از بین بره، یعنی از صحنه زندگیش حذف بشه. من میخوام تحلیلم رو از همینجا شروع کنم. قصه ماه پیشونی قصه رشد روانی زنه. زن رشدش از وقتی شروع میشه که مادر بسیار مراقب جای خودش رو به مادر دوران نوجوانی میده. تو قصه واسالیسا مادر دوران کودکی خودش میدونه که دیگه به درد دوران نوجوانی و بلوغ این دختر نمیخوره و داره جا خالی میکنه، داره کنار میره. اما تو فرهنگ هایی که مادر بسیار مراقب چسبنده است و حاضر نیست پاشو از زندگی دختر بیرون بذاره. اینو یادمون باشه، ما اینجا داریم راجع به نمادها حرف میزنیم، نه راجع به آدمها. مادر بسیار مراقب یک بخشی از روان خود منه که درسته تحت تاثیر مادر بیولوژیکم شکل گرفته، ولی اون بخشی که بخش روان منه داره مسئله ایجاد میکنه. الزاماً من قرار نیست از مادر بیولوژیکم کناره گیری کنم. من باید یاد بگیرم اونطور که مادرم با من رفتار کرده با خودم رفتار نکنم. مادر بسیار مراقب چیکار میکنه؟ بچه رو از حیطه کنترل خودش اجازه نمیده که خارج بشه. انگار که میگه بمون اینجا توی خونه پیش من بمون، اینجا امنه، بیرون اگه بری 1000 تا خطر هست. وقتی روان رشد میکنه سازوکار روان به گونه‌ای رقم میخوره که دلمونم نخواد حوادث اتفاق میافتن. یعنی یا مادر یا اون بخش بسیار مراقب روان بلده که چطوری کنار بره، یا یک کودک لجبازی به زور میزندش کنار.
وقتی به زور میزندش کنار، به خودش هم آسیب میزنه. اینطور که توی قصه ماه پیشونی میبینیم. ماه پیشونی با بلایی که سر مادرش میاره و اون معلم مکتب خونه رو جایگزین مادرش میکنه، رنج و سختی رو به زندگی خودش دعوت میکنه. وقتی که ما ناخودآگاه داریم تحت تأثیر نیروهای ناخودآگاه در واقع داریم زندگی میکنیم، همینجوری هم میشه. ما مدام داریم رنج و سختی رو به زندگیمون دعوت میکنیم و تا وقتی که قصه این رنج رو درک نکردیم، تا وقتی که اون اتفاق مهم در روح ما نیفتاده، این رنج و سختی ادامه پیدا میکنه. اون اتفاق مهم چیه؟ توی وقتی که این دختر معلم مکتب خونش رو جایگزین مادرش میکنه، مدام سعی میکنه اون رو راضی نگه داره و اون که راضی نمیشه. هر کاری میکنه که اون رو راضی نگه داره. مثل ما وقتی که معصومانه فکر میکنیم اگر من خوب باشم دنیا با هم خوبه. اگر میخوای خوب باشی خودت، دنیا باهات خوب باشه، خودت خوب باش. انتخاب این که من خوب باشم یا نباشم با منه، ولی انتخاب این که جواب این خوبی حتما خوبی باشه از طرف دنیا با من نیست. سازوکار دنیا اینطور نیست. دنیا کار خودشو میکنه. من میتونم تصمیم بگیرم خوب باشم، آرام باشم، مهربان باشم، ولی دنیا کار خودشو میکنه. پاسخ این معصومیت الزاماً نوازش نیست و ما این رو وقتی زندگی میکنیم درک میکنیم. بارها و بارها و بارها مهربانی میکنیم و جوابش بی‌مهریه. بارها پاسخ وفاداری بی‌وفاییه. بارها پاسخ نوازش نیست. و دنیا تقصیری نداره اگر ما گمان درست نبردیم، اگر ما خیال خام پروروندیم. این تقصیر دنیا نیست، گناه دنیا نیست، این از بدذاتی دنیا نیست، واقعیت جهان اینه. اون وقتی که میفهمیم، درک میکنیم که دنیا کار خودشو میکنه و ما انتخاب میکنیم که مهربان باشیم یا نامهربان، وفادار باشیم یا بی‌وفا، خوب باشیم یا نباشیم، و این انتخاب ماست بدون انتظار پاسخ مورد انتظار. رشد اونجا آغاز میشه. اونجایی که به جای گله از روزگار تصمیم میگیریم به درون خودمون نگاه کنیم و ببینیم برای مرهم گذاشتن رو زخمهامون، زخمهایی که گمان نادرست خودمون به خودمون زده، ما خودمون رو ناکام میکنیم. دنیا فقط دنیاست. خوب و بد داره، بله داره. اینکه من انتظار سختی نداشته باشم من رو ناکام میکنه، نه واقعیت دنیا. اون وقتی که به درون خودمون نگاه میکنیم تا مرهم زخمامون رو پیدا کنیم، رشد از اونجا آغاز میشه. خب تو قصه یادتونه قصه رو وقتی میشنیدین، وقتی که این دختر به تحریک معلمش مادرش رو میبره توی زیرزمین که بهش سرکه بده، اون رو میندازه توی خم هفتم و بعد از این که اون ملاباجی اصطلاحاً میاد و همسر پدرش میشه، وقتی داره خونه رو میگرده به زیرزمین که میرسه، در خمره هفتم رو که باز میکنه یه گاو زرد ازش میاد بیرون و فرار میکنه
و اون گاو زرد آغاز ماجرای دخترک. اینجا ما با چند تا نماد اساسی سر و کار داریم. سرکه، عدد 7 و اون گاو زرد که بعد قربانی هم میشه و تغییر شکل میده. سرکه ماده عجیبیه دیگه، خودش از یه جور استحاله به وجود میاد. یعنی انگور رو وقتی که میرزن تو خمره، خب تو یه مرحله از این تغییر و تبدلش به سرکه تبدیل میشه و سرکه ماده‌ایه که میتونه تأثیر بگذاره روی حتی فلزات دیگه و باعث تغییر شیمیایی اونها بشه. یه چیز دیگه هم هست که ما شاید خیلی تجربهش کردیم. سرکه جرمگیر خوبی هم هست. یعنی انگار سرکه میتونه چیزی رو به چیز دیگری تبدیل کنه، چنان که اون مادر مراقب دخترک رو به یک گاو زرد تبدیل کرده. و در خمره 7، عدد 7 عدد مقدسیه، از جمع 3 و 4 به دست میاد. 3 اولین عدد مذکره و 4 اولین عدد مؤنث و جمع اینا، حاصل ضرب اینا همیشه اعداد مقدسن، چون یه جور ازدواج جادوییه. 7 نماد یک ازدواج جادوییه. برای همین عدد 7 توی اساطیر ایران به خصوص عدد مقدسیه، چون از یک ازدواج جادویی به وجود اومده. در روانشناسی یونگ 3 و 4 هم خیلی اعداد مهمی هن. یونگ میگه همه رسالت ما در دوران جدید رسیدن از 3 به 4. راجبش حرف میزنیم حتما، ولی اینجا ما با یه عدد مقدس مواجهیم. عددی که داره به ما میگه وقتی اون ازدواج مقدس، وقتی که من با درون خودم پیوند میخورم، چیزی به وجود میاد در من. گاو زرد خیلی نماد مهمیه در اساطیر ایران. در بندهش، کتاب مقدس ایرانیان باستان که توش داستان آفرینش اومده، گاو اولین حیوانیه که هورمزد میآفرینه. و بعد در مقابل اهریمن، وقتی که اهریمن به جهان اهورایی میتازه و سعی میکنه جهان اهورایی رو از بین ببره، گاو مقاومت میکنه و وقتی میمیره به پهلوی راست میفته و از تخمه این گاو تمام حیوانات در انواع مختلفشون به وجود میان. یعنی انگار یه جوری گاو نماد کهن الگوی مادره. یعنی یک مادر زمینی مراقب بچه لوسکن تبدیل میشه به کهن الگوی مادر، تبدیل میشه به یک بخش روانی در زن که اونو از سختی ها دور نمی کنه، بلکه در سختی ها ابزارهای درونی زن رو براش مهیا میکنه. توی این قصه هر جایی که دخترک به مشکل برمیخوره، این گاو به دادش میرسه. و اینکه چرا زرد رنگه؟ رنگ زرد نمادی از خورشید داره، نمادی از آگاهی، نور، روشنی. سطح آگاهی عوض میشه. جنس مادری کردن خودمون برای خودمون تغییر میکنه وقتی که با درون خودمون پیوند میخوریم. اون وقتی که ناآگاه سختی ها رو به زندگی خودمون دعوت کردیم و چاره‌ای جز تاب آوردن نداریم و با درونمون پیوند میخوریم، شکل مراقبت کردن از خودمون رو مجبوریم که تغییر بدیم و این تغییر باعث رشد روانیمون میشه.
حالا ببینین چه اتفاقی میفته. بعد این گاو زرد قراره که به داد شهربانو برسه. اولین کاری که میکنه خیلی جالبه. اون زن پدرش، حالا عبارت قشنگی نیست ولی ملاباجی که همسر پدرش شده، پنبه بهش میده، یه عالمه پنبه، و گاو رو هم میده که ببره به چرا و پنبه ها رو نخ کنه. اولین کاری که میکنه این گاو به شکل در آوردن یک توده مبهمه. افکارش رو شکل میده. دیدین زنای قدیمی معمولاً بیکار نمیشستن. وقتی که نشسته بودن تو جمع خانواده یا وقتی سکوت میکردن، وقتی تنها بودن، حتما یه چیزی میبافتن. انگار که فکر بی‌نظم، فکر مبهم به شکل در میاد. پنبه به نخ تبدیل میشه. و وقتی که فکرهای عجیب و غریب ما زیاده، حالا باید بریم به عمق بیشتری از روان، چون باد پنبه ها رو برده و انداخته تو چاه. پنبه ها میفته تو چاه، ولی یه چیز مهم هست. وقتی که پنبه ها میفته تو چاه، شهربانو احساس بدبختی میکنه. یعنی از دست دادن یه چیزی که به نظر میرسه ارزش ما به اون بسته است، ممکنه در آغاز ما رو دچار آشفتگی کنه. ولی چون شهربانو یاد گرفته با یه بخشی از روانش حرف بزنه، یاد گرفته که یک ارتباطی با بخش‌های درونی خودش برقرار کنه، میتونه از این آشفتگی نجات پیدا کنه. اگه شهربانو بلد نبود صدای گاو درونش رو، دیدم شاید خیلی عبارت قشنگی نیست، ولی صدای اون کهن الگوی مادر رو از درون خودش بشنوه، اگر اینو یاد نگرفته بود نمیتونست به نصایح اون گاو زرد عمل کنه. اصلا نمیدونست باید با اون دیو درون چاه چه کار کنه. ناخودآگاه جمعی ما پر از تصاویر هولناکه. زبانش با زبان متداول ما متفاوته. اونجا یه چیزای دیگه‌ای در جریان، منطقش جور دیگری است. و وقتی من میتونم از مواهب اون انرژی های عظیم برخوردار بشم که زبانش رو بلد باشم، یاد گرفته باشم، در خلوت خودم نشسته باشم، با درون خودم ارتباط برقرار کرده باشم، به شهود خودم اعتماد کرده باشم و توانایی های خودم رو کشف کرده باشم. اینا به من کمک میکنه که بتونم زبان ناخودآگاه جمعی رو درک کنم. یه چیز دیگه، بخش غیر منطقی جهان رو هم پذیرفته باشم. پذیرفتن بخش منطقی جهان راحته، عادت داریم بهش. پذیرفتن بخش غیر منطقی جهانه که سخته. و زبان ناخودآگاه با منطق رایج روی زمین فرق داره. گاو زرد اینا رو به شهربانو میگه و شهربانو وارد چاه میشه، به اعماق ناخودآگاه جمعی فرو میره، با تصاویر هولناکتری مواجه میشه و اون دیو مثل یک انرژی عظیم میخواد شهربانو رو آموزش بده برای جور دیگری زیستن در جهان بیرون. قرار نیست شهربانو رو توی چاه نگه داره. قرار نیست انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و شهربانو اثری از این ورود به اعماق در چهره و رفتارش بروز نکنه. بنابراین باید آموزش ببینه. چیزایی که دیو ازش میخواد خیلی جالبه. ازش میخواد که، البته حالا من دیگه با زبان قصه نمیگم، قصه رو شنیدین،
ازش میخواد سرش رو بجوره. یعنی یک رفتار بسیار صمیمانه و نزدیک که در ابعاد غریزی حیوانات با نزدیکانشون دارن. میمون ها دیدین سر همو میجورن؟ در ابعاد انسانی نوعی نوازش، ولی چرا سر لای موهاش رو میخواد بگرده؟ انگار که میخواد با اندیشه های خودش آشناش کنه. سر اون چیزیه که اون چیزیه که از سر در میاد بیرون و سر نماد افکار ماست. انگار تو مرحله اول میخواد با افکار خودش آشناش کنه و بعد با ابعاد خونه خودش. وقتی میگه حیاتو جارو کن، خونه جای عجیبیه. خونه جاییه که ما بهش برمیگردیم. خونه جاییه که ما صمیمانه ترین لحظه هامون رو اونجا تجربه میکنیم. خونه جاییه که ما خودمونیم. توی نگاه هایدگر خونه جاییه که ما در اونجا انتخاب‌های خودمون رو داریم. انگار که این دیو میخواد به شهربانو یادآوری کنه که ببین چه جهانی برای خودت ساختی با انتخابات و محدودیت ها چیه؟ به هر حال خونه همونقدر که به ما امکان میده ما رو محدود هم میکنه. خونه دیوار داره، ما محدودیم به ابعاد خونه، ولی در این ابعاد محدود شده آزادیم. دیو داره به شهربانو گستره آزادیش رو نشون میده. خیلی فانتزی و کارتونی اگر ما فکر کنیم هر چی که بخوایم میشه. ما آزادیم هر کی که میخوایم باشیم. و انگار که از پیش انتخاب هایی کردیم که ما رو محدود میکنه. انگار که ما انسانیم و انسان محدودیت هایی داره و در حیطه محدودیت هاش اختیاراتی. اون بعد عمیق ناخودآگاه به عنوان یک کهن الگو، به عنوان یک آرکتایپ داره به شهربانو آرام آرام آموزش میده. اول افکارش رو بهش نشون میده، بعد محدوده اختیاراتش رو بهش نشون میده، بعد از اون بهش میگه ظرفا رو بشور. ظرف نماد زنانگیه. تو قصه ها ظرف، جام، هرچی که یک فضایی برای نگه داشتن چیزی، غذایی یا محتوایی داره، نماد زنانگیه. تو قصه های غیر شرقی هم این نماد رو، اصلا جام نماد زنانگی است. و انگار که اینجا دیو داره یک آموزش بسیار بسیار عمیق‌تر به شهربانو میده. داره بهش زنانگی یاد میده. داره ابعاد زنانش رو بهش نشون میده. یاد بگیر وجوه زنانه یعنی چی؟ روان زنانه چطوره؟ این زنانگی و مردانگی رو جنسیتیش نکنیم. ماهیت زنانه و ماهیت مردانه. اگر قرار باشه این زنانگی رو جنسیتی ببینیم، در حق هم زنان هم مردان یک ظلم بزرگ روا داشتیم و شدیم در واقع ابزار مردسالاری حاکم. من راجع به ماهیت زنانه حرف میزنم و ماهیت مردانه که ربطی به جنس زن و مرد نداره. در هر دو جنس هر دوی این ماهیت ها موجوده. در زن زنانگی در ایگو و مردانگی در ناخودآگاهه، در مرد مردانگی در ایگو و زنانگی در ناخودآگاهه. و ازدواج مقدس یعنی پیوند با بخش درونی خودمون. دیو داره به شهربانو ماهیت زنانه خودش رو نشون میده.
بعد از اینکه با بخش‌های مختلف زنانگی آشنا میشه یه اتفاق مهم میفته. دیو بهش میگه که آفرین دختر خوب، حالا برو گوشه حیاط اون پنبه ها رو که نخ شده بردار و برو. اما اونجا شمشای طلا هم هست و شهربانو وقتی میره پنبه ها رو برداره میبینه که شمشای طلا هم اونجاست. همیشه یه چیزی هست که ما رو گول بزنه. همیشه یه چیزی هست که باعث بشه ما یادمون بره برای چی اینجا هستیم. و اگر پیش از اون با اون گاو زرد حرف نزده باشیم به راحتی گول میخوریم و به جای گنجی که به دنبالش اومدیم یه چیز دیگه برمیداریم میریم بالا. چیزی که اونجا به کارمون نمیاد. طلای درون اگر قرار باشه به شکل طلای بیرونی، به شکل اون چیزی که برای ما آشناست به ما عرضه میشد، این همه ساز و کار نداشت روان. شهربانو ولی گول نمیخوره. نخای خودش رو که دنبالشون اومده بوده برمیداره و میره، دست به طلاها نمیزنه. برای همین یک جایزه بزرگتر میگیره. ماه رو پیشونیش و ستاره روی چونش. انقدر نورانی و درخشان میشه که خودش هم نگران میشه، نمیفهمه این نور از کجا میاد و وقتی میفهمه این نور از صورت خودشه دلش میلرزه. چطور این نشان رفتن به اعماق رو به دیگران میشه نشون داد؟ ما فرق میکنیم. روانی که به اعماق فرو رفته، روانی که تونسته کار روانی خودش رو انجام بده، با بقیه فرق میکنه. نشانی روی صورتش هست، نشانی در رفتارش هست. متفاوت شده. پذیرش این تفاوت آسون نیست. ارائه این تفاوت آسون نیست. باید راهش رو پیدا کرد. و این گنج به کار هر کسی هم نمیاد. هر جایی نباید خرج شه. وقتی به اعماق فرو میریم، وقتی گنجمون رو پیدا میکنیم، دیگه باید بپذیریم که کمی تنها تر میشیم. چون باید صبر کنی تا شاهزاده از راه برسه. منظورم اون شاهزاده با اسب سفید نیست. منظورم موقعیت هاییه که خودمون برای خودمون رقم میزنیم. موقعیت هاییه که دانش درونیمون برامون شکل میدن. چون اگر قرار باشه ملا باجی برامون همسر پیدا کنه، با یه وضع فجیعی میخواد ما رو بفرسته خونه بخت، همسر درونی خودمون رو باید پیدا کنیم. اونجاست که میتونیم با بخش آنیموسی وجودمون چنان پیوند برقرار کنیم که دیگه برای شکل دادن به افکارمون احتیاجی به اون گاو زرد نباشه. بتونیم به افکارمون شکل بدیم. حالا میشه تو قصر زندگی کرد. میشه دستاورد داشت در جهان بیرونی. فراموش نکنیم این قصه مال فرهنگیه که به هر حال یا دوره‌ای از تاریخ این سرزمینه که کشاورزی نقش عمده‌ای رو ایفا می‌کرده در شیوه تولید. بنابراین خیلی المان‌های کشاورزی توش زیاده، مثل خود همین گاو، مثل اون خروس، مثل پنبه، مثل کلاً المان‌های کشاورزی زیاده. مثل اصلا ازدواج. اینکه ازدواج با یک شاهزاده انقدر مهمه تو قصه های ایرانی، فقط هم ایرانی نیست، تو قصه های قدیمی، دلیلش اینه که
شیوه تولید کشاورزی خانواده گسترده میطلبه. بر همین سعادت با گروهی بوده که افراد بیشتری داشتن، زمین بزرگتری داشتن و خب قصه ها اینطوری شکل می گرفته. حالا قرار نیست ما اون روندی که قصه داره به ما میگه رو با همون نشانه های روشن مستقیم تحلیل کنیم. ما داریم راجع به ارزشمندی بر اساس ارزش‌های درونی خودمون حرف میزنیم. این میتونه ازدواج باشه، میتونه هم نباشه، میتونه به دست آوردن هر دستاوردی باشه که طبق ارزش‌هامون برای ما اهمیت داره. ولی اینو بدونین، روان زن بعد از رشدی که میکنه، بعد از ساختن بخش حامی که در درون خودش داره، بعد از اینکه یاد میگیره چطور از خودش مراقبت کنه، بعد از اینکه یاد میگیره چطور امنیت خودش رو مقابل جهان بیرونی حفظ کنه، بعد از آشنا شدن با بخش‌های درونی خودش یاد میگیره برای به منصه ظهور رسوندن ایده‌هاش به چیزی بیرون از خودش، به کسی بیرون از خودش متکی نباشه. یاد میگیره برای خودش برنامه ریزی کنه و ایده‌هاش رو اجرا کنه. اون وقت انگار که شاه و ملکه جدیدی بر سرزمین روان حکومت خواهند کرد و اینجا به جای یک دخترک بی تصمیم، بی ایده بازیچه، در واقع زنی داریم بالغ، آشنا به روان زنانه هستی، پیوند خورده با دور تولد و مرگ و تولد، آشنا به تنش، آشنا به راز فصلها و شایسته حکومت بر سرزمین خودش، بدون اینکه از بخش‌های تاریک وجود خودش بترسه، برای اینکه دیگه تحت سلطه اونها نیست. یاد گرفته از اونها درس بگیره، خودش رو در برابر آسیب هاشون مراقبت کنه و در ضمن میفهمه که اگر اون بخش‌های رشد نیافته نبودن، امکانی برای رشد وجود نداشت. ما از یه طناب صاف نمیتونیم بریم بالا، دستمون رو به گره هاش میگیریم و میریم بالا. بخشای رشد نیافته وجود ما محل رشدمونن. اگه هیچ ملاباجی تو روانمون نباشه، ساز و کاری شکل نمیگیره تا شهربانو از یک دخترک بی دست و پای ناکارآمد به ملکه تبدیل بشه. ملاباجی ها رو نمیشه دوست داشت، ولی میشه طردشون نکرد. میشه فهمید که دارن چه کار میکنن. ما نمیتونیم سختی های زندگیمون رو دوست داشته باشیم، ولی میتونیم بفهمیم که این زخم ها باز میشن تا ما از درون زخممون به درون خودمون نگاه کنیم. امیدوارم از دیو درون خودمون نترسیم، ولی یادتون باشه دیوا زبونشون برعکسه. توی ناخودآگاه نمیشه با زبان معمول حرف زد. نیروهای ناخودآگاه هم با ما با زبان متعارف حرف نمیزنن. شهودمون رو جدی بگیریم. تصاویر ناخودآگاهمون رو جدی بگیریم. پیام هایی برای ما دارن. قصه ماه پیشونی قصه رشد روانی زنه یا قصه رشد بخش زنانه یک مرد. امیدوارم ازش لذت ببرید.